صلاتهم ساهون الذين هم یراؤون و یمنعون الماعون. و یک صفت انسان های چی است؟ انسان هایی که با آخرت باور ندارن، چیزای کمکی. مثلا یک نفر از تو کراچی داری چیز آدم میبری، یک نفر میبرد میگه که اماد خانم کراچی تا نخبتی والا دو ماست مایه کردیم اماد خانم در کراچی باز میگه که این بانه همی است، اگر باید باید امو بیل تانه کار داریم والا او دستش شکستن، امو کلنگ تانه کار داریم نه والا او فلانیست، یک چند تا میمان داریم امو دیگ تانه بتین والا او دیگ ما مچم خانه بچی امو کم روانش کردیم. چی میکنه دیگه چون اونجا دیگه این حال نمی چیزای چی است؟ کمکی است. مثلا یک همسایت یک چند تا میمان داره، قاب کار داره، همین زنا دی بسیار داخل هستن، نتیش میگه بلاده بس با که پیش میمان بشرمه. خب این حالو میگه یک دو تا قاب بتی خیر از خوراک، یک دونه پتنوس بتی خانه ما میمان تو آمده نه، یک دیگ بتی، یک فلانی بتی. این حال بسیاری زنا را که ببینی دمیجه برش می خیر سال کوکو گل جان علمو چیره شما خب بسیار ظرفای خوبش دارین، اون بیچاره سرشان یک مشکل آمده خیر است دسترخوان تانه یا دیگه 5 سری تانه یا دیگه 1 سری تانه ضرب داره، نه وشکو برشان نتی وشکو که باز بدی بازی آمخته میشه. پس چی است؟ و یمنعون الماعون. این کسانی که معون چی میکنن؟ ممانعت میکنه. این از علامات چی است؟ از علامات نداشتن ایمان به روز آخرت که الله تعالی بر ما و شما توفیق نصیب بکنه که ان شاء الله تعالی آنچه که در نمازهای خود میخوانیم به او انت صادقانه عمل بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. شانئك هو الأبتر. إنا يقينا كما أعطيناك دادم ترى أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطيناك دادم ترى أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكوثر حوض کوثر یا خیر بسیار زیاد. الكوثر حوض کوثر یا خیر بسیار زیاد. فصل پس نماز بخوان. فصل پس نماز بخوان. لربک برای پروردگارت. لربک برای پروردگارت. وانحر و ذبح کن حیوان را به نام پروردگارت. وانحر و ذبح کن حیوان را به نام پروردگارت. ان یقینا که شانئک دشمن تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم. شانئک دشمن تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم. هو اوست الابتر دنبریده یا گمنام. الابتر دنبریده یا گمنام. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا یقینا ما أعطيناك دادم ما ترى أي حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم الكوثر حوض کوثر یا خیری بسیار زیاد. فصلی پس نماز بخوان لربک برای پروردگارت. وانحر و ذبح کن به اسم پروردگارت. این شانئک یقینا دشمنی تو هو اوست الابتر دنبریده یا گمنام. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا یقینا كما أعطيناك دادیم برای تو یا رسول الله صلی الله علیه و سلم الکوثر خیر بسیار زیاد یا حوض کوثر را. فصل پس نماز بخوان لربک برای پروردگارت. وانحر و قربانی کن به نام پروردگارت. إن یقینا که شانه که دشمنان تو است هو الابتر دنبریده یا گمنام. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا یقینا که ما اعطیناک اعطانا مدیم یا بر تو دادیم ای رسول الله صلی الله علیه و سلم الکوثر حوض کوثر یا خیر بسیار زیاد. فصل پس نماز بخوان لربک برای پروردگارت. وانحر و ذبح کن حیوان را به نام پروردگارت. إن یقینا که شانئک دشمن توست ای رسول الله صلی الله علیه و سلم
هو اوست الابتر دنبریده یا گمنام. بسم الله الرحمن الرحیم. اینا یقینا که ما اعطیناک دادیم تو را ای رسول الله صلی الله علیه و سلم الکوثر حوض کوثر یا خیر بسیار زیاد. فصلی پس نماز بگذار لربک برای پروردگارت وانهر و ذبح کن ایوان را به نام پروردگارت. اینا یقینا که شانی که دشمن توس هو اوست الابتر دنبریده یا گمنام. إنا يقينا كما أعطيناك أعطانا مدام الكوثر حوزك أعطيناك أعطانا مدام برأيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر حوز کوثر یا خیر بسیار زیاد. فصل پس نماز بخوان لربک بر پروردگار خود و انحر و قربانی کن به نام او. إن يقينا که شان اکا دشمنته هو اوس الابتر دنبریده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا يقينا كما أعطيناك دادم ترى أي رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر حوض کوثر یا خیر بسیار زیاد. فصلی پس نماز بخوان لربک برای پروردگارت و انحر و ذبح کن حیوان را به نام پروردگارت. إن یقینا که شانه که دشمن توست هو اوست الابتر دنبریده یا گمنام. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا يقينا كما أعطيناكم دادم برای تو یا رسول الله علیه السلام کوثر حوض کوثر یا بسیار نیکی بسیار زیاد. فصلی پس نماز بخوان ربک برای پروردگارت و انحر و حیوان ذبح کو برای پروردگارت. إن يقينا شانئك دشمنتو هو وسط الابتر دنبریده یا گمراه. بسم الله الرحمن الرحیم. اینا یقینا که ما عطا کردیم برای تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم الکوثر حوض کوثر یعنی کی بسیار زیاد. فصل پس نماز بخوان لربک به پروردگارت و انحر و حیوان ذبح کو به نام پروردگارت. این نشانه که یقینا که دشمن تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم هو الابتر او است دنبریده یا گمنام. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا يقينا که اعطانا مدیم برای تو یا رسول الله صلی الله علیه و سلم الکوثر حوض کوثر یا خیر زیاد. فصل پس نماز بگذار لربک بر پروردگارت و انحر و به نام او حیوان را ذبح کن. إنا یقینا که شانه که دشمن تو است او هو الابتر گمنام یا دنبریده. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا یقینا كما أعطيناك دادیم برای تو ای رسول الله صلی الله علیه وسلم الکوثر حوض کوثر یا خیر بسیار زیاد را. فصل پس نماز بگذار لربک برای پروردگارت و انحر و قربانی کو به نام او. این شانئک یقینا که دشمن تو هو الابتر اوست دنبریده یا بینام و نشان. بسم الله الرحمن الرحیم. اینا یقینا که ما اعطانا مدیم کالکوثر حوض کوثر. فصل نماز بخوان لرب پروردگارت و انحر حیوان ذبح کو از خاطر پروردگارت. این یقینا که شانئک دشمن تو هو الابتر اوست دنبریده یا بینام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا يقينا كما أعطيناك دادم برایت أي رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر حوض کوثر یا خیر بسیار زیاد را. فصلی پس نماز بخوان ربک برای پروردگارت و انحر و حیوان ذبح کو برای پروردگارت. این نشانی اکا یقینا که دشمن توست هو اوست الابتر دنبریده یا گمنام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم
ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم. قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم. یا ایها الکافرون ای کافران. یا ایها الکافرون ای کافران. لا اعبد عبادت نمی کنم من. لا اعبد عبادت نمی کنم من. ما آنچه را که تعبدون شما عبادت می کنید. شما عبادت می کنید. ولا انتم و نه هم شما عابدون عبادت کنندگان هستید. ما آن ذات را که اعبد من عبادت می کنم. ولا انا و نه هم من عابد عبادت کننده هستم. ما آنچه را که عبدتم شما عبادت نمودید. ولا انتم و نه هم شما عابدون عبادت کنندگان هستید. ما آن ذات را که اعبد من عبادت می کنم. لکم برای شما هست. دینکم دینتان. ولی و برای من است. دین من. بسم الله الرحمن الرحیم. قل بگو ای پیامبر صلی الله علیه و سلم. یا ایها الکافرون ای کافرون. لا اعبد عبادت نمی کنم من. ما تعبدون آنچه را که شما عبادت می کنید. ولا انتم و نه شما عابدون عبادت کنندگان هستید. ما اعبد آنچه را که من عبادت می کنم. ما اعبد آن ذات را که من عبادت می کنم. ولا انا و نه من عابد عبادت کننده هم. ما عبدتم آن ذاتی را که شما عبادت آنچه را که عبدتم شما عبادت کرده بودید. ولا انتم و نه شما عابدون عبادت کنندگان هستید. ما اعبد آن ذاتی را که من عبادت می کنم. لکم برای شماست. دینکم دین شما. ولی و برای من هست. دینی من. بسم الله الرحمن الرحیم. قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم. یا ایها الکافرون ای کافران. لا اعبد من عبادت کننده نیستم. لا اعبد من عبادت نمی کنم. من عبادت نمی کنم. ما تعبد آنچه را که شما عبادت میکنید. ولا انتم و نه هم شما عابدون عبادت کنندگان هستید. ما آن ذات را که عبد عبادت میکنم. ولا انا و نه هم من عابد عبادت میکنم. ما عبدتم آن چیزی را که شما عبادت میکنیم. ولا انتم و نه هم شما عابدون عبادت کنندگان هستید. ما عبد آن ذات را که من عبادت میکنم. لکم برای شماست دینکم دینتان. ولی و برای من است دین من. بسم الله الرحمن الرحیم. قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم. یا ایها الکافرون ای کافران. لا اعبد عبادت نمی کنم من. ما تعبدون آنچه را که شما عبادت می کنید. ولا انتم و نه هم شما عابدون عبادت کننده هستید. ما عابد آن ذاتی را که من عبادت می کنم. ولا انا عابد و نه هم شما عبادت کننده. و نه هم من عبادت کننده هستم. ما اعبد آنچه را که شما عبادت می کنید. ولا انتم عابدون و نه هم شما عبادت کننده هستید. ما عبد آن ذاتی را که من عبادت می کنم. لکم برای شما است. دینکم دینتان. ولی و برای من است دین من. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم. یا ایها الکافرون ای کافران. لا اعبد من عبادت نمی کنم. ما تعبدون آنچه شما عبادت می کنید.
ولا انتم عابدون و نه شما عبادت میکنید ما آن ذات را که عابد من عبادت میکنم ولا انا و نه من عبادت کننده است و نه عابد عبادت کننده است ما آنچه را که عبدتم شما عبادت میکنید نمودید ولا انتم و نه شما عابدون عبادت کننده هستید عبادت کنندگان هستید ما عباد آن ذات را که من عبادت میکنم لکم پس برای شما دینکم دینتان ولیه و پس برای من دین من. الرحمن الرحیم. قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم یا ایها الکافرون ای کافران لا اعبد من عبادت نمی کنم ما تعبدون آنچه را که شما عبادت میکنین ولا انتم و نه هم شما عابدون عبادت کنندگان هستید ما آن ذات را که اعبد من عبادت میکنم ولا انا و نه هم من عابدون عبادت کننده هستم ما آنچه را که عبدتم شما عبادت نمودید ولا انتم و نه هم شما عابدون عبادت کنندگان هستید ما آن ذات را که اعبد من عبادت میکنم لکم پس برای شما دینکم دین شما ولیه و برای من از دین من. بسم الله الرحمن الرحیم. قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم یا ایها الکافرون ای کافران لا اعبد عبادت نمیکنم ما تعبدون هر آن چیزی که شما عبادت میکنین ولا انتم و نه هم شما عابدون عبادت کنندگان هستین ما اعبد هر آن ذات را که من عبادت میکنم ولا انا و نه هم من عابدون عبادت کننده هستم ما تعبدون ما عبدتم هر آن چیزی که شما عبادت میکنین ولا انتم و نه هم شما عابدون عبادت کننده هستین ما اعبد که آن ذات را که من عبادت میکنم لکم پس برای شماست دینکم دینتان ولیه و برای من است دین من. بسم الله الرحمن الرحیم. قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم یا ایها الکافرون ای کافران لا اعبد من عبادت نمی کنم ما تعبدون آنچه را که شما عبادت میکنید ولا انتم و نه هم شما عابدون نمی پرستید عابدون عبادت کنندگان هستید ما عبدتم آن ذات را که من می پرستم ولا انا عابدم و نه هم من عبادت کننده هستم ما عبدتم آنچه را که شما می پرستید ولا انتم و نه هم شما عابدون عبادت کننده هستید ما عبدتم و ما عبدم آن ذات را که من عبادت میکنم لکم پس برای شما دینکم دینتان ولیه و برای من از دین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل بگو یا ایها الکافرون که ای کافران لا اعبد عبادت نمی کنم ما آنچه را که تعبدون شما عبادت میکنید ولا انتم و نه شما عابدون عبادت کننده هستید ما آن ذات را که اعبد عبادت میکنم ولا انا و نه هم من عابد عبادت کننده هستم ما عبدتم آنچه را که شما عبادت کرده اید ولا انتم و نه هم شما عابدون عبادت کننده هستید ما آن ذات را که اعبد عبادت میکنم لکم دینکم برای شما دینتان باشد ولی دین و برای من دین من. بسم الله الرحمن الرحیم. قل بگو یا رسول الله صلی الله علیه و سلم یا ایها الکافرون که ای کافران لا اعبد عبادت نمی کنم ما تعبدون آنچه را که شما عبادت میکنیم ولا انتم و نه هم شما عابدون عبادت کنندگان هستین ما عبدتم آن ذات را که من عبادت میکنم ما اعبد آن ذات را که من عبادت میکنم ولا انا و نه هم من عابد عبادت کننده هستم ما عبدتم آن چیزی را که شما عبادت میکنیم ولا انتم و نه هم شما عابدون عبادت کننده هستین ما اعبد آن ذات را که من عبادت میکنم لکم دینکم برای شما هست دینتان ولی دین و برای ما هم دین ماست برای من است دین من.